در جنگ احد مسلمان ها ضربه خوردن. شخصیتی مثل حمزه سید الشهدا به شهادت رسید. شخصیتی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین سر تا پا مجروح شد. به خود شخص شخیص پیغمبر اکرم ضربه وارد شد. تعدادی شهید شدن. برگشتن مدینه، یه عده‌ای دیدن زمینه خوبی است، منافقین دیدن زمینه خوبی است برای وسوسه کردن، برای بهره برداری تبلیغاتی از این وضع شروع کردن وسوسه کردن. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بترسین، همه علیه شما دست به دست هم دادن، بترسین. برای کردن اینا رو بیان کردن. خدای متعال به خاطر این قضیه وحی نازل کرد. آیه قرآن انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این شیطانه که دوستان خودش رو داره میترسونه. فلا تخافوهم، از اونا نترسید. مشت محکم قرآن بر دهان منافقین وسوسه کننده فرود آمد.